یه نفر به رئیس زندان شیراز میگه چرا تعداد زندانیای شیراز از تعداد زندانیای شهرهای دیگه کمتره. میگه عمو کی حال داره بلند شه بره دزدی، حالا گیریم طرف رفت دزدی، حالا صاحب خونه کی حال داره زنگ بزنه پلیس، حالا گیریم هم صاحب خونه زنگ زد پلیس، کدوم پلیسی حال داره بیاد صحنه جرم دزدو دستگیر کنه، حالا گیریم پلیس اومد مجرمو هم دستگیر کرد، کدوم قاضی حال داره بیاد حکم بده، حالا اومدیم حکمم داد، کدوم زندانبانی حوصله داره مواظب این زندانیا باشه. حالا خیلی از این زندانیایی که میبینی حکم آزادیشون اومده، اما حالا کی حال داره بره خونه؟ و این گونه بود که دلیل خلوت بودن زندانهای شیراز مشخص شد.